پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مملکت در دوره پیشنهاد گردید که کشور عزیز ما به مرحله نوی رشد وارد گردیده، مردم شریف تاجیکستان به سوی آینده آباد و آسوده با قدم‌های استوار پیش می‌روند. ساکنان ناحیه شهر نو نیز با درک عمیق مهمیت پیام امساله سروری دولت در تالارهای وسیع نطق پرمحتوای پرزیدنت مملکت را سرجمانه تماشا نمودند. زیرا پیام پیشوای ملت دستور برای فعالیت یکساله تمام ساحه‌های خلق مملکت میباشد. تاکید گردید که در این دوره برای کشور دشوار تمام ذخیره و امکانات‌ها و سعی و تلاش حکومت جمهوری تاجیکستان برای رسیدن به 4 هدف استراتژی ملی پیش بینی شده، تامین استقلالیت انرژتیکی، رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی، حفظ امنیت عضوقواری و صنعت‌کنونی با صورت مملکت سفربر گردیده است. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان مسائل بررسی گردیده و دستور سپارش‌های در پیام خویش ذکر گردیده را پیش از همه به خاطر حفظ صلح و ثبات، وحدت ملی، حمایت استقلال دولتی و دستاوردهای خلق تاجیک ارزیابی نمودند و تحکیم اقتدار اقتصادی مملکت، فراهم آوردن شرایط باز هم بهتری زندگی و در عرصه بین‌المللی بلند برداشتن آبروی وطن محبوبان تاجیکستان را وظیفه‌های اولین درجه هر یک فرد وطن دوست کشور نامیدند. گزارش خورشید علیموف صاحب نور عبدالرسولов برای برنامه اطلاعاتی نوید.